سلام به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز چهارشنبه 19 دیه و مثل هر روز من تحلیل طلای جهانی رو میذارم. دیروز پیش بینی کردیم قیمت صعودی باشه که صعودی بود، با این تفاوت که نیومد نقطه ورود ما رو فعال کنه و به سمت بالا رفت. برای امروز هم دوباره من این نقدینگی مشخص کردم و توقع دارم از این نقدینگی به سمت بالا بره که ورود ما امن‌تر باشه، ولی ممکنه به این نقدینگی هم نرسه و به سمت بالا بره. این محدوده فروشه که امروز میشه فروش گرفت، یعنی میشه با فروش همراه شد که نقدینگی ها رو جمع کنه بعد به سمت بالا بره. سریعتر من باید تحلیل رو بگم چون تایم داره تمام میشه. این سناریو هم برای فروش وجود داره که برسه تا اینجا، بعد از اینجا بخواد به سمت بالا حرکت کنه، میتونه هم مستقیم به سمت بالا بره. پس خودم برام ارزش ریسک داره این محدوده برای فروش. اینم عکس محدوده ها، ببخشید عدد محدوده ها. اگه عکس محدوده ها رو میخواهید داخل چنل تلگرام که داخل بایو میتونید بردارید.